در کمتر از 90 ثانیه میخوام بهت اثبات کنم به صورت علمی که ما چطور خود خالقیم. ببین دیگه تقریبا همه ما شکل اتم رو دیدیم که درون خودش یه هسته‌ای داره و اطراف این هسته الکترون های وجود دارن. اما موضوع اینه که اطراف هسته میدان بزرگی هم وجود داره که در مقایسه با این الکترون ها بیش از 99% این میدان بزرگ فضای خالیه و این فضای خالی حاوی مقادیر بی نهایتی از انرژی و اطلاعات به هم پیوسته ایه. ما دقیقاً نمیتونیم پیش بینی بکنیم که مکان الکترون ها ممکنه کجا باشه. الکترون ها هر لحظه میتونن هر جایی حضور داشته باشن، اما موضوع اینه که وقتی که بیننده یا ناظر، اون مشاهده‌گر، توجه خودش رو معطوف میکنه تا یه چیز مادی رو ببینه، اتفاقی که میفته اینه که اون میدان نامرئی داره به درون ذره الکترون فرو میپاشه که در کوانتوم بهش میگیم فروپاشی تابع موج یا رویداد کوانتومی. یعنی چی؟ یعنی نگاه تو، توجه تو و عینکی که باهاش داری این دنیا رو نگاه میکنی، دیدگاه تو، باورهای تو داره به انرژی بیشکل و فرم جهان هستی شکل میده. یعنی تو با تغییر ریشه‌ای باورهات و دیدگاهت به زندگیت میتونی زندگیت رو تغییر بدی و این قدرت یک خالقه.